تصور کن همه فکر میکنن تو مردی، اما تو هنوز زنده ای با یک هویت جدید و در یک کشور دیگه و فقط یک اشتباهی کوچیک کافیه تا همه چیز تموم بشه. اسم واقعیش مهم نیست، چون تو اینترنت اون 10 اسم داشت. یه برنامه نویس نابغه که سیستم هایی می ساخت که هیچ کس نمیتونست هکشون کنه، تا اینکه یه روز تصمیم گرفت از همون مهارت برای فرار استفاده کنه. اولش فقط یه اشتباهی کوچیک بود، یه معامله مشکوک، یه پولی که نباید جابجا میشد. اما وقتی وارد شد دیگه راهی برگشتی نبود. کم کم اسمش وارد لیست هایی شد که هیچ کس دوست نداره توش باشه. و بعد یه اتفاق افتاد. یه نفر کشته شد و آخرین کسی که با اون دیده شده بود او بود. اون شب هیچ چیز بر نداشت، نه لپتاپ اصلیش، نه تلفن شخصیش و نه حتی کارت شناساییش. فقط فرار کرد، مرزها رو رد کرد، اسمش رو عوض کرد و تبدیل شد به یه آدم جدید. اما یه مشکل بود، تو نمیتونی از خودت فرار کنی. هر صدای در، هر نگاه غریبه‌ای و هر ماشین پلیسی براش معنی خاصی داشت. پول داشت اما خواب نداشت. اما چیزی که لوش داد یه اشتباه احمقانه نبود، یه لحظه تنهایی بود. اون یه عکس گرفت، نه برای پول، نه برای فقط فروشی، فقط برای این که به یکی نشون بده هنوز زنده است. اما اون عکس فقط یه عکس نبود، اطلاعاتی بود که خودش هم نمیدونست. رد پای دیجیتال، زمان، مدل دستگاه و مهمتر از همه موقعیت دقیق. 3 روز بعد در زدن. اون لحظه فهمید همه چیز تموم شده، بدون تعقیب و گریز، بدون درگیری، فقط یک اشتباه. بعضی ها فکر میکنن باهوش بودن یعنی کنترل همه چیز، اما دنیای واقعی جاییه که یه جزئیات کوچیک میتونه یه زندگی کامل رو نابود کنه. اون فرار کرد، از قانون، از کشور، از گذشته، اما از یه عکس ساده نه.